میگوید یک عابد، یک شیخ در بنی اسرائیل عبادت میکرد، 70 سال از جای نماز بیرون نمیشد. بسیار عابد بود، بسیار حلال خور بود، هیچ بار زبانش از ذکر پروردگار خشک نبود، همیشه با ذکر پروردگار زبانش تر بود. الله میگوید فرشته ای را روان کرد که رو با این عابد، با این شیخ بگو که دیگر مشقت نکشد، اگر 70 سال دیگر هم عبادت کند باشیشگاه وی دوزخ است، جنت برای این حرام است. فرشته آمد میگوید، صاحب تفسیر روح البیان میگوید فرشته آمد و این وعید، این خطاب پروردگار به این شیخ خبر داد که الله میگوید اگر 70 سال دیگه همین عبادت داری، از این در زیباترش کنی، الله تو را دوزخ میبرد، از جنت تو را محروم گردانیده است. این شیخ چی گفت؟ امید بینین. این شیخ گفت، این ملائک گفت الحال نزد الله را و نزد پروردگار من برو بگو نحن خلقنا للعباده. و پروردگار گفته است و من خلقت الجنس والانس الا لیعبدون. ما عالم انس و عالم جن به خاطر آفریدیم که مرا عبادت کنند. منم گفت یک نفر از این بندگان خدا هستم، من بر بهشت دوزخش کار ندارم، فقط وظیفم که عبادت است. اگرچه پروردگار مرا از بهشتم محروم گردانیده باشد، تا زمانی که نفس در بدنم دارم از عبادت پروردگار روی نمیگردانم. وقتی این سخن ملائک برد و گفت ای پروردگار، ذات تو شنوا هست که اون شیخ بر من چی گفت، تو میدانی. الله گفت همه شاهد باشین که این بنده من بنده ناامید نیست، این بنده امید دارد، تکیه دارد. از این خاطر همه گواه باشید که گناه این شیخ من بخشیدم، این شیخ من وارد جنت میگرداند.